چرا؟ باید از پاریس دیدن کنیم. با شنیدن نام پاریس حتما به یاد برج زیبای ایفل، موزه لور، بولوار شانزلیزه، طاق پیروزی و تمامی مکان‌های معروف دیگه می‌ریم. قبول داریم که این جاذبه‌های توریستی واقعا زیبا و دیدنی هستن، اما ما به دنبال مکان‌های خاص در پاریس هستیم که کمتر در مورد اون شنیده باشیم. از نقطه صفر پاریس شروع می‌کنیم. این نقطه نمادین در زمان لویی 15 به نشانگری تبدیل شد که با آن فاصله را تا سایر شهرهای فرانسه اندازه‌گیری می‌کردند. بعد از آن به مخزن آب مونتسوریس می‌رسیم. آلاشیق شیشه‌ای جذابی که در فاصله کمی از پارک مونتسوریس چشم شما را به خود جلب می‌کند. این در بالای یکی از بزرگترین ذخایر آب آشامیدنی پاریس، مخزن مونتسوریس قرار دارد که در اواخر قرن 19 برای تامین آب تمیز پاریسی‌ها ساخته شد. حالا به قدیمی‌ترین شیرینی فروشی پاریس می‌رویم. این شیرینی فروشی توسط نیکولاس استورر، شیرینی‌پز لهستانی لویی 15 و همسرش ماری، دختر پادشاه لهستان افتتاح شد. از سال 1730 تمام کسانی که به پاریس رفتند نیز به اینجا هجوم بردند. این شیرینی فروشی همچنان یکی از معروف‌ترین شیرینی فروشی‌های شهر است. بعد از قدیمی‌ترین شیرینی فروشی، سری به قدیمی‌ترین خانه در پاریس می‌زنیم. قدیمی‌ترین خانه در پاریس در ماره واقع شده است که در سال 1407 ساخته شده و اکنون یک اغذیه فروشی سنتی به نام صاحب اصلی آن نیکولاس فلیمر، کیمیاگر مشهوری که چگونگی تبدیل سرب به طلا را کشف کرد. اما در آخر هر چقدر هم که تعریف و تمجید از ایفل برای اهالی سفر کلیشه‌ای به نظر برسد، اما باز هم دیدن آن به خصوص در شب همیشه تازه و رویایی است. شما چند بار شب‌های رویایی پاریس رو تجربه کرده‌اید؟